ببینم مگه مرد مجرد قطعه که شما جماعت میافتین دنبال شوهرای مردم؟ میدونی چیه؟ شما برای مردم مثل ایستگاه پمپ بنزین میمونین. وامیستن اما فقط 5 دقیقه. شوهر من 2 وزنه به پاش بسته است که هیچ جا نمیتونه بره. یکیش همینه. 2 وزنش از 70 کیلویی. پس بی خودی صابون به دلت نمال. منم یه وزنه به پاش بستم. وزنشو نمیدونم. هر وقت دنیا اومد بهتون خبر میدم. یعنی تو حامله ای؟ دروغ میگه. ورقه آزمایش اونجاست رو تلویزیونه، میتونید بخونید. من برای اون یه ایستگاه نیستم. آدمیزاد بدون محبت دوام نمیاره. من بهش محبت دادم، در عوض ازش یه اسم خواستم و یه سایه. تو غلط کردی. من نمیدونم شوهرایی مثل شوهر شما چطوری بدون محبت زنده موندن. شما هیچ وقت قدر و قیمت اونو ندونستی، ولی من حسرتشو دارم.